ماتریس جی هست دیگه. این نشون میده که حالا دوتا فاکتورها رو کنار هم نشون میده. مثلا این الان میگه که در نمونه‌ای که در سال 2002 برداشته شده 2/8/2002 سهم فاکتور 3 6% بوده، سهم فاکتور 1 هم 6% بوده. دقت بکنید. یا در این نمونه‌ای که در سال 2001 برداشته شده سهم فاکتور 3 7%، سهم فاکتور 1 3.6%. برای ما خوبه که این عددا بچسبن به این نمودارها، به این اکسس ها، یعنی به این محورها. هر وقت که نمودار نزدیک این محور جمع شه به چه معنیه؟ به معنی اینه که این سهمی نداشته، همه سهم واسه این بوده دیگه. نگاه که مثلا در نمونه‌ای که اینجا هست، یعنی در نمونه سال 2006 8/3/2006 فاکتور 3 سهمی نداشته، تقریبا 0 بوده. فاکتور 2 سهمش 4 بوده. دقت میکنین؟ هر چقدر که این اعداد بچسبن به محورهای مختلف، این نشون دهنده اونه که اون نمونه تو اون روز خوب برآورد شده توسط PMF. دقیقاً که یعنی تکلیف اون نمونه مشخص شده. ولی نه، نمونه هایی که این وسط پراکنده میشن اینا همشون یه جوابن دیگه. مثلا نگاه کنید الان میگه که این نمونه که اینجا برداشته شده سهم فاکتور 3 هست 3، سهم فاکتور 2 هست